دو نفر گناه کردن. ابلیس برای همین بابا آدم و ماما حوا سجده نکرد، سجده شرف نه سجده عبادت. گفت من جنسم از آتشه، این از خاکه، من برای این سجده بکنم. اعلام جنگ با خدا کرد، قسم یاد کرد که من بنده تو گمراه میکنم و ایستاد، نافرمانی کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر محنت گرفتار کرد. اگه گناه میکنید از روی تکبر هم نباشه، اعلام جنگ با خدا نباشه، نگید تو چه کاره هستید، من هرچی دلم خواست انجام میدم. و وقتی عبادت خدا هم میکنید، غرور به عبادت دوچارش نشید. غرور با عبادت بدتر از تواضع و گریه و زاری با معصیته. اگر کسی گناه میکنه، لغزش پیدا میکنه، خطا میکنه ولی گریه میکنه، خودشو سرزنش میکنه، این خیلی بهتر از اونی که مغرور با 4 رکعت نمازش. وقتی سجده میکنید دعا بکنید خدایا خودت مهر قبول بزن دیگه، بیشتر از من بر نمی آمد، همین چیز ناقصه ناچیزه، خدایا تو مهر قبولش بزن تا لایق و زیبنده درگاه تو باشه. این نماز ناقص و این حواس پرتی ها و این عبادت های ناقص الله باید مهر قبول بزنه. عجیبه، اون یکی رانده شد، رجیم شد، ملعون شد، این دوتا دست تواضع بلند کرد. هر دوتا گناه کردن، نافرمانی، فرق نمیکنه تو از درخت نکنی یا سجده برای آدم نکنی، مهم که تو نافرمانی خدا کردی. یکی از روی تکبر بوده، یکی از روی ضعف اراده بوده. اما بابا آدم و ماما حوا وقتی که لباس از تنشون افتاد دیگه فهمیدن که اشتباه کردن، دوتاییشون دست بلند کردن. برادرمون ستارم خون دنباله آیات ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. همین دستشون پای همجور میلرزوندن، دستشون همین دستشون پایین نیامده بود که چه خداوند قبولشون کرد. 2 نفر گناه میکنن، یکی رانده میشه، یکی پذیرفته میشه. داستانش چیه؟ اون یکی گناه از روی تکبر بوده، این یکی از روی ضعف اراده بوده. یک گناه دیگه یکی از علتاش جهله. یه وقت تو نمیدونی که این گناه مرتکب میشی، یه دوستی بعد از سالهای سال بهت میگه برادر تو نمیدونی که این کار درست نیست، نظر شرعی، خدا ببخشه توبه نسو، من نمیفهمیدم، کسی به من نگفته بود که این گناهه، حالا که فهمیدم دیگه توبه نسو دیگه نمیکنم. سبحان الله. این هم مشکلی نداره. انسان اگه از گناه از روی نادانی بکنه، نمیفهمی گناهه، بعد که بهش تذکر میدن تواضع به خرج میده، این خدا منو ببخشه من نمیفهمیدم، عالمم در کنارم نبود، حالا که رفتم هجرت کردم رفتم جای دیگه، بالاخره عالمی دیدم، کسی دیدم از من آگاهتر بود، بهم تذکر داد، خدا منو ببخشه دیگه. پس 3 تا علت برای گناه وجود داره، یکی تکبر، یکی جهل، یکی ضعف اراده. سوال اینجاست ضعف اراده رو با چی تقویت بکنیم؟ این غفلت و ضعف اراده رو با چی تقویت بکنیم که دیگه گناه نکنیم؟ دوست داریم گناه نکنیم ولی نمیتونیم، گریه میکنیم تو سرمون میزنیم، خودمون فردا دوباره انجام میدیم، توبه میکنیم دوباره انجام میدیم. علما میگن این ضعف اراده رو با دوستانی قوی تر از خودت میتونید برطرف کنید. دوستانی که ارادهشون ضعیفه، از تو ضعیفترن، اونا رو عوض کن. اگه تصمیم جدیه برو تو جمعی قوی تر از خودت، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الواحد و شیطان، یک نفر یه شیطانه. خواهی اشتباه کردی خودتی دیگه، 2 نفر هم 2 تا شیطانه، چون اگه تو خودت ضعیف بودی اون رفیقت هم ضعیف بود چی میشه؟ کسی دیگه نیست.
ولی وقتی تو یه جمع قرار میگیرید، جمع مؤمنی که هم آگاهترن، هم عالمترن، هم مؤمنترن، هم پاکترن، هم قویترن، همه که با هم چه ارادهشون ضعیف نمیشه. بعدم توصیه بکن به دوستانت که کمکم بکنید، من اراده‌ام ضعیف شده. گناه میگن چند تا مرحله داره. اول لذت داره، بعد از مدتی دیگه لذتش از بین میره، فقط ضعف اراده است، تبدیل به عادت میشه. وقتی گناه از لذت تبدیل به عادت شد خیلی سخته، دیگه لذت هم نمیبره، فقط حالا دیگه ارادهش ضعیف شده، تبدیل به عادت شده. دوستان قوی‌تر، همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. دوست خوب یک سرمایه است، خیلی کمک آدم میکنه. این دوست خوب میتونه پدر و مادر آدم باشه، دوست خوب میتونه برادرت باشه، بزرگتر، خواهرت. بعضی بچه های کوچک سبب توبه پدرانشون شدن، باور بکن. بعضی دختر بچه ها سبب توبه مادرش شده، بعضی شاگردان سبب توبه استادشون شده. دوست خوب سبب هدایت دوستش شده. همسر خوب در زندگی واقعا یک سرمایه است. هیچ نعمتی بعد از نعمت ایمان معادل یک همسر مؤمن صالحی که همراهت باشه، همسفرت باشه، صبور باشه، تو فکرت باشه، کمکت بکنه. اینا هم میتونن. شوهر خوب برای خواهرها واقعا یک نعمت خوبیه. علمایی که هستن تو منطقه اگه خواهان تبدیل باید دوستانی که اراده تو رو و مکان و برنامه هایی که اراده رو از تو میگیره، تو محله نشستی همه عیاش و شرابخوار و لاتن، خود جابجا بشو، مسجد هم نیست اون دوره برات، الحمدلله. حتی اگه شده اون خونه رو بفروش خونه دیگه، اگه خواهان حفظ ایمانتید و اخلاقتید و اینا برات مهمه، خیلی راحته، اونجا بفروش، برو با همون یه جایی که نزدیک به برنامه های خوب باشه، مسجد فعالی باشه، دوستان خوبی باشن. یه جمله آخرم بگم. علما میگن انسان گناه میکنه بخواد یا نخواد، اما مهم گناه کردن نیست. گناه بده ولی انسان گناه میکنه. ولی بدتر از گناه 4 چیزه، اینو داشته باشید. یک، اصرار بر گناه. خود گناه بده ولی بدتر از خود گناه 4 چیزه. اگر اشتباه کردی به تذکر دادن دیگه اصرار نکن. اصرار بر گناه و تکرار گناه، این از خود گناه بدتره. 2، توجیه کردن گناه. وقتی گناه کردی دیگه توجیه نکن. گناه استغفار میخواد، توبه میخواد، عذرخواهی میخواد، مثل بابا آدم. دیگه توجیه نکن. نگاه بر صورت خوبان حلال است، فلان حالا نمیدونم فلان، یه چیزی برای خودش داره توجیه میکنه. نه این اسمش این آب هویجه، این آب انگوره. گناه انسان میدونه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده یه خارشی تو دلت ایجاد میکنه، میدونه که این گناهه، این دل بیقرار میشه. طاعت و عبادت دل آروم میگیره. گناه انسان رو مضطرب میکنه، بیقرار میکنه، نگران میکنه، پریشان میکنه. هیچ آرامشی تو گناه نیست. پس بدتر از گناه یک اصرار بر گناه، 2 توجیه کردن گناه. استغفرالله، تمام شد. 3 کوچک شمردن گناه. نگاه نکن که این گناه بزرگ کوچکه،
نگاه کن کی داری نافرمانی میکنی؟ تو نافرمانی رب العالمین داری میکنی. گناه هر چند که کوچک باشه کوچک نشمار. یکم در بر بگردیم درباره ایمان صحابه بگیم. میگن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم گناههای صغیری که ما انجام میدیم اونا کبیره حساب میکردن و فکر میکردن که زیر گناه اینطوری تصور میکردن که زیر یک کوه بلندی نشستن، با این گناهشون دارن کم کم زیر کوه دارن خالی میکنن، هر لحظه احتمال داره کوه بریزه رو سرشون. ولی میگن انسان منافق گناههای کبیره بزرگ میکنه، فکر میکنه یه پشه سبب رو بینیش نشسته، هیچ احساسی نمیکنه که یه پشه نشسته اینجا رو بینیش، احساس هم نمیکنه که سنگینی برش بکنه. و چهارمین چیزی که بدتر از خود گناه آشکار کردن گناه و عربده کشیدن. چقدر بده که ستر خدا آدم به در پاره بکنه. خدا تو رو داره ستر میکنه، میپوشونه. تو گناهی که شب تو خلوتت خودت با دوستانت توی یک خونه خالی جایی توی یک شهرستانی کسی هم نفهمیده، خودتون 4-5 نفر بودید، بعد بر میگردید تو کشور خارجی رفتید گناهی با هم کردید، حالا میاد اینجا توی جمع 40-50 نفر داری با آب و تاب، با یه حال و هوای آب و تابی که بازگو میکنید، تعریف میکنید، عجب چیزایی بود، عجب. این دیگه مجاهره با گناهه. این خیلی بدتر از گناهه. اون کسی که یک گناهی کتره خودش خجول خجالت داره میکشه، خداوند هم سترش کرده، اون امیدی هست. چقدر خداوند ما رو داره ستر میکنه. این ستر خدا، پوشش خدا رو پاره نکنیم. یه جوانی میگفت بابا مامانم رفتن مسافرت، من نرفتم، کلید دادن دست من، خونم خالی بود. پسرم مواظب باش، کسی دوستان خلافکار فلان. نه بابا جان خاطر جمع باشه، خیال راحت باشه. رفت. سبحان الله. دیگه ما شب نشینی هامون شروع کردیم. این کلید خونه، بابام رفته مسافرت دور، تا 10-15 روز دیگه شاید نیان. دیگه بساطی و شرابی و یه خدا چطوری سترم کرد. خودش میگه این جوونو، میگه دوستان